میخوایم باشگاهمون رو بهتون نشون بدیم، باشگاه 5 ستاره. این رفیقمونم اگه میخوای بیایم باشگاه ولی سیکس پک در نیارین، ای بک دوست دارین، قبل ورزش بستنی بخورین. اینم مال منه. ما بریم باشگاه 5 ستاره مون رو ببینیم. از همینجا که میری پوسترهای انگیزشی که رفتی پایین دیگه انرژی داشته باشی. بازم انگیزشی. یخکن اینم باشگاه داوراشمون در حال تمرین. البته گفتم اینجا باشگاهش 5 ستاره است. نگاه کن، خسته شدی داشتم به این پوسترهای انگیزشی نگاه کن، مخصوصا این یکی. این من هر دفعه میام فقط به این نگاه میکنم، انگیزه میگیره. به اون نگاه میکنم، به بقیه نگاه نمیکنم. میخواه بیا از این زاویه هم ببینه. خسته شدی؟ جلو بازو میزنه، پشت بازو باد میکنه. ببینم انگیزه بگیرم.
یک کچل بی خاصیت بگم شما. داشتم خون سردی تو حفظ کن به خدا، یه جوری گفتی طرف فارسی رو قشنگ فهمید. خب من گفتم این باشگاه 5 ستاره است. 5 ستاره چی جوریه؟ 5 ستاره ای که توی سیاهچاله و زیرزمینه. از این لحاظ میگم 5 ستاره است چون ما بین اونا خیلی خوبه. داشتمونم شکم میزنه. نگاه کن هر دفعه انرژی تموم شد به این پوسترهای انگیزشی نگاه کن. الکی که شهریه نمیدی اصلا اونا رو گذاشتن که نگاه کنی انگیزه بگیری. من فقط با این یارو انگیزه میگیرم، با این خط سینه رو میبینم میگم باید خط سینه منم اینجوریش. از کدوم؟ ای داده بیداد، اون نه فقط این تو شکم میزنی پاد برجسته میشه. بریم داشتم بریم. خب داشتم بابا دهن مربی سرویس به ما گفته 3 ماه تو حجم باش دیگه. ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم حجم بگیریم، درسته؟ این هفته آخره دیگه نه برای حج؟ هفته آخر تمام میشه. بعد چی میریم؟ دیگه میریم برای کات دیگه، عضلات نشون بدیم. الان همه زیر چربی گرفته. یارو گفت حجم کار کن، کلا چربی گرفته دیگه. اگه نگاه کن اگه 3 ماه دیگه که حالا مربی میگه مثلا کاته، اگه کات نشدیم فهمیدی من 2 برابر شهریه که به اون دادم ازش میگیرم. والا اگه 2 برابر شهریه آقا نداد این شیر پشت سرتو میگم بخورتش. والا پول دادیم که ما عضله کنیم، میگه 3 ماه تو حجم باش 3 ماه کات. حجمو که گذروندیم بعد کات 3 ماه همون 6 ماه باید بریم تو کات دیگه. ای بابا ما این گفت حجم، من فکر کردم همش عضله میاد بالا. نگو اینجوری بده. چطور دفعه بیرفتم بدونه. والا خب اومدیم لباس عوض کنیم. علیرضا تو گفته بودی من 2 ماهه این شکم آب میکنم، چی شد که 2 برابر شده؟ خداش الان پاچه گاوه دیگه. نه اینو سانسور میکنیم هیچ نمیاد لامسته. من پول این مربی رو نمیدم. اگه اینا پک از این پک نسازه من پولشو نمیدم. باشه منم بهش میگم.